معیارهایی را که معمولا برای مردم ملاک هستند یا مال هست یا حسب و نسب هست یا جمال هست و یا دین هست، آنگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت صحیحین فرمودند تنکح المرأة لأربع لمالها و لحسبها و جمالها و لدینها. با این معیارها همسر انتخاب می شود، اما فرمودند فاظفر بذات الدین، شما زنی را که انتخاب می کنید بر اساس و معیار دین انتخاب بکنید. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی دیگر در سنن ترمذی فرمودند اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، اگر کسی به خواستگاری دختر و خواهر شما آمد که دین و اخلاقش مورد پسند شما بود، اون را بپذیرید. پس بنابراین بهترین معیار و ماندگارترین و واقعی ترین معیار همون معیار دین و اخلاق هست.